این کسب و کار جز معدود کسب و کارهایی هستش که درآمدش از سرمایه اولیه‌اش بالاتر هست. شما میتونید با شروع این کسب و کار درآمد بیش از 50 میلیون تومان رو داشته باشید. این ایده درآمدزایی از طریق گندم هست. توی کشور ما کاشت گندم از قدیم تا الان رواج داشته و گندم به عنوان یک غذای اصلی مردم بوده هست و در حال حاضر هم نه تنها داخل ایران بلکه در دنیا به عنوان یکی از اقلام‌های حیاتی توی صنعت غذایی محسوب میشه. به طور کلی کاشت گندم به دو روش هست. روش اول آبی و روش دوم دیمی انجام میشه که داخل ایران به دلیل کمبود آب و منابع آبی معمولا به صورت دیمی کشت میشه. شما میتونید توی قطعه زمین 1 هکتاری به طور میانگین 5 تن گندم توی روش آبی به ازای هر هکتار و به وسیله روش دیمی هم 5 تن گندم برداشت کنید. داخل ایران به دلیل نیاز بالای کشور به گندم، دولت همه ساله با خرید تضمینی از کشاورزان و اعطای وام بانکی و کود شیمیایی و بذر به صورت یارانه‌ای به کشاورزان سعی در تأمین گندم مورد نیاز کشور میکنه. طول دوره 9 ماه هست و آب مورد نیاز هم هر 6 روز 5 ساعت هستش و هر بار تقریباً 3000 متر از زمین باید آبیاری بشه. داخل فصل پاییز زمین 3 نوبت آبیاری میشه و فصل زمستان هم آبیاری وجود نداره و در آخر هم فصل بهار هم هر 6 روز بخشی از زمین رو آبیاری میکنیم و تقریبا توی یک زمین 1 هکتاری حدوداً 6 تن گندم حاصل میشه و امروز یعنی روزی که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم گندم کیلویی 15000 تومان هست که با یک ضرب و تقسیم ساده 6000 کیلوگرم ضرب در 15000 تومان میکنیم که میشه حدوداً 90 میلیون تومان و همچنین میتونیم برای سود بیشتر بعد از برداشت گندم داخل ماه خرداد محصول دیگه ای رو بکاریم تا زمانی که به فصل پاییز برسیم سود بیشتری رو کسب کرده باشیم. و توجه داشته باشین که اطلاعاتی که داخل این ویدیو بوده برای منطقه البرز هست و اگه میخواین با یک کسب و کار فوق العاده پرسود که میتونه به راحتی سود سالیانت بیش از 1.5 میلیارد تومان باشه آشنا بشی، بهت پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیوی بسیار مهم رو نگاه کنی و برای دیدن ویدیوها و ایده های کسب درآمد بیشتر حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب یا همون مشترک شدن کن و یادت نره که این ویدیو رو هم لایک کنی و اگه نظر یا ایده هم داشتی میتونی حتما داخل بخش کامنت ها برام بنویسی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.